قدرتی و حفظ حقوق. 17 اپریل فیلیال دانشگاه ملی تحقیقات تکنولوژی میسیسی مسکو فدراسیون روسیه. 1 سپتامبر بینای با حشمت مکتب بین المللی پرزیدنتی که با خرج بیش از 80 میلیون سامانی برای 1100 نفر خواننده خوش‌لیاقت بنیاد یافته است. 1 سپتامبر مجمع بیناهای نوبنیاد ریاست طبی وزارت کارهای داخلی. 6 سپتامبر 9 میدان ورزشی، ورزشگاه نوبنیاد وزارت کارهای خارجی و یک ورزشگاه دیگر در کوچه مایاکوفسکی و بیناهای سرشماری بلند آشیانه استقامتی از جمله آنهایند. از 145 انشاءاتی که ماه سپتامبر در حال ساختمان قرار داشتند، 130 تاش بیناهای استقامتی بود. سالهای آخر در پایتخت همچنین نوسازی راههای ماشینگرد و بنیاد گذرگاه‌های نوی زیرزمینی اوج گرفته است. جای تاکید است که در این نمایش اساساً افتتاح و یا آغاز ساختمان تنها انشاءات روی نوار آمده است که با اشتراک سرور دولت امام علی رحمان صورت گرفته است. صدها انشاءات دیگر نیز با هزارهای جای کاری در گوشه و کنار همه شهر و ناحیه‌های کشور در دایره سیاستی بنیادکاری و سازندگی راهبریت دولت تاجیکستان بنیاد می‌یابند. نتیجه های پرارزشی که در سال 2012 به دست آمدند، پیش از همه ثمره تطبیق باقرار سیاست داخلی و خارجی دولت دایر بر رشد باثبات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و بلند برداشتن آبروی و نفوذ تاجیکستان در عرصه منطقه و جهان می باشند. سمت‌های اساسی و وظیفه‌های افضلیت‌ناک برای رسیدن به این هدف‌ها از جمله در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ضمن مجلس‌های حکومت کشور ملاقات با زیایان ایجادکار، تجلیل سالگرد 15 روز وحدت ملی، 21 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان و بزرگداشت سالگرد 20 اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان معین و مشخص گردیده بود. در سال 2012 پرزیدنت کشور امام علی رحمان با 12 دولت جهان 16 سفر پرمحصول دولتی رسمی و یا کاری از جمله سفرهای دولتی به جمهوری مردمی چین و جمهوری هندوستان، سفرهای رسمی به جمهوری فنلاندیا و جمهوری ترکیه، یکتاگی سفرهای رسمی و کاری به جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، سفرهای کاری به برزیلیا، اوکراین، دولت کویت، شویچاریا و 3 سفر کاری به روسیه انجام داد. نخستین سفر خارجی پرزیدنت کشور امام علی رحمان که روز 19 مارس جریان گرفت به شهر مسکو فدراسیون روسیه راست آمد. هدف از آن اشتراک در جلسه سران دولت‌های اعضای اتحاد اقتصادی اوراسیا بود. در جلسه سران همه دولت‌های اعضای اتحاد بلاروس، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان و دولت‌های ناظر ارمنستان، مولداوا و اوکراین اشتراک نمود. موضوع اساسی همایش بررسی پرینسیپ‌های بنیادی لایحه شرطنامه دایر به بازسازی اتحاد اقتصادی اوراسیا یا خود تأسیس یک سازمان نو در زمینه آن. سرور دولت تاجیکستان امام علی رحمان ضمن سخنرانی خود روند متحدسازی امکانات اقتصادی کشورهای فضای پساشوروی را مورد دستگیری قرار داده، همزمان تاکید داشت به اندیشه ما تغییرات چنین مقیاس باید توسط محاکمه وسیع با جلب دایره‌های کارشناسی همه کشورهای اعضا وارد کرده شوند و این البته وقت زیاد را طلب می‌کند. امام علی رحمان همچنین اظهار نمود که ضمن دیگرگونسازی‌های آینده ترتیبات سودمندی در دایره اتحاد اقتصادی اوراسیا عمل کننده باید نگاه داشته شود. ضمن سفر دوم به شهر مسکو که به 15 می راست آمد، پرزیدنت کشور امام علی رحمان در اجلاس نوبتی شورای امنیت دست جمعی سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی و ملاقات غیر رسمی سران دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل شرکت نمود. ضمن اجلاسیه
که به زمان سالگرد 20 به امضا رسیدن عهدنامه امنیت دسته‌جمعی و 10 سالگی تأسیس سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی راست آمد، نتیجه های فعالیت سازمان در این سالها و وظیفه های دورنما بررسی شد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی را نیروی مهمترین امنیتی در منطقه مسئولیت آن نامیده تاکید داشت که متحد شوی داخلی سازمان و بالا بردن آمادگی حربی نیروهای آن از وظیفه‌های عمده در مرحله کنونی می باشد. در ملاقات غیر رسمی سران دولت‌های شرکت‌دار اتحاد دولت‌های مستقل باشد، ضرورت تقویت اتحاد و تحکیم و گسترش همکاری در دایره آن تاکید گردید. ضمن سفر کاری سیوم به شهر مسکو، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در همایش‌های سران دولت‌های اعضای سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی و اتحاد اقتصادی اوراسیا اشتراک نمود. در حاشیه همایش‌های ماه می، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات خاصه دوجانبه انجام داد. در ملاقات مجموعی وسیع مسائل وابسته به مناسبات دوستی و همشریکی و همکاری گوناگون جنبه بررسی شد. ولادیمیر پوتین از همکاری اقتصادی و حربی روسیه و تاجیکستان و رابطه های سودمند میان منطقه های دو کشور اظهار خوشنودی کرده اطلاع داد که امروز 70 سوبیکت روسیه با منطقه های تاجیکستان همکاری رشد یابنده دارد. امامعلی رحمان نیز با یادآوری از همکاری سودبخش نظامی، اقتصادی و گومانیتری دو کشور اظهار داشت که میان تاجیکستان و روسیه یگان مسئله جدی حل نشونده وجود ندارد. چند مسئله حل طلبی که هست، ما با نظر داشت منافع هر دو جانب حل و فصل می نماییم. او همچنین اظهار داشت ما همیشه به منفعت‌های شریک استراتژیکی امان در کشور خود احترام می‌گذاریم و روسیه نیز به منفعت‌های تاجیکستان باید همین گونه مناسبت داشته باشد. بسیار مسائلی که در این ملاقات بررسی شد، حل نهایی خود را ضمن سفر رسمی ولادیمیر پوتین به تاجیکستان که روزهای 4 و 5 اکتبر سال 2012 جریان گرفت پیدا نمود. زیرا پس از ملاقات و مذاکرات رسمی در حضور سران دو دولت 6 سند مهم همکاری به امضا رسید. سازشنامه میان جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه درباره مقام و شرط‌های بودوباش پایگاه حربی روسیه در قلمرو جمهوری تاجیکستان. یادداشت تفاهم میان وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان و وزارت مدافعه فدراسیون روسیه عاید به مسئله‌های همکاری در ساحه حربی. سازشنامه میان اگنتی نظارت مواد نشئه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و خدمات فدرالی عاید به نظارت معاملات مواد نشئه‌آور فدراسیون روسیه عاید به رسانیدن کمک به اگنتی نظارت مواد نشئه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه مقاومت با معاملات غیر قانونی واسطه های نشئه‌دار، ماده های پسیخوتراپی و پریکورس های آنها. یادداشت تفاهم میان وزارت انرژتیکا و صنعت جمهوری تاجیکستان و وزارت انرژتیکای فدراسیون روسیه عاید به همکاری در ساحه تحویل محصولات نفتی به جمهوری تاجیکستان. یادداشت تفاهم میان وزارت انرژتیکا و صنعت جمهوری تاجیکستان و وزارت انرژتیکای فدراسیون روسیه عاید به همکاری در ساحه انرژتیکا. یادداشت تفاهم عاید به اقدام‌ها بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه درباره رشد همکاری‌ها در ساحه مهاجرت. همچنین اظهارات مشترک عاید به نتیجه‌های سفری رسمی پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین به جمهوری تاجیکستان قبول شد. طبق این سندها مهلت بودوباش پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان به مهلت تا سال 2042 دراز کرده شد و به حجم 1 میلیون تن مواد نفتی روسیه بی پرداخت باج گمرکی به تاجیکستان صادر کرده می شود.
توافقات زیاد دیگر دایر به سهل نمودن شرایط کار و زندگی مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه، گسترش همکاری میان منطقه‌های گوناگون دو کشور، آماده سازی کادرهای تاجیک در این کشور از جمله متخصصان نظامی، نوسازی تکنیک حربی و اسلحه و لوازمات دیگر نظامی تاجیکستان و غیره به دست آمد. در آغاز ماه ایون پرزیدنت کشور امامعلی رحمان سفری پرمحصول دولتی به جمهوری مردمی چین انجام داد. ملاقات‌های دو جانبه سطح عالی میان تاجیکستان و چین در شهر پکین پایتخت این کشور صورت گرفت. پس از ملاقات و مذاکرات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و رئیس جمهوری مردمی چین خو جینتائو در حضور آنها دو سند نوی همکاری به امضا رسید. اعلامیه مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین و سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردمی چین آید به همکاری تکنیکی و اقتصادی. طبق سازشنامه آید به همکاری تکنیکی و اقتصادی و تاجیکستان برای دستگیری رشد اجتماعی و اقتصادی 150 میلیون یوان گرانت جدا کرده می شود. سندهای زیادی همکاری همچنین در سطح و زینه‌های دیگر به امضا رسید. از جمله سازشنامه قرض امتیازناک میان حکومت تاجیکستان و اکسیم بانک چین آید به لایحه تجدید قسمت سوم مرحله اول راه اتومبیلگرد دوشنبه طلاب فاروق قلمه، دو سازشنامه میان بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک و بانک دولتی رشد چین دایر به مبلغ گذاری ساحه کشاورزی و آماده سازی کادرهای ساحه مالیه و